قرآن کریم میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن روز قیامت تو بهشت، دیگه کاری که ندارن، نه سر کار میخوان برن، نه کارت میخوان بزنن، نه نون و گوشت میخوان بخرن، نه تو صف میخوان وایسن، نه یارانه میخوان بگیرن، دیگه اومدن بهشت دیگه. بالاخره فرمود وقتی بهشتیا میان تو بهشت دیگه اینا خب میشینن دور هم، گاهی با هم حرف میزنن، اقبل بعضهم علی بعض، رو میکنن به هم دیگه و با هم صحبت میکنن. از جمله حرفایی که به هم میزنن میگن شما تو دنیا چه کار کردید که بهشتی شدید؟ مثل اینکه شما فکر کنید 10 تا دانشجوی برتر کنکور که همه رتبه بالا آوردن دور هم بشینن میگن تو چه کار کردی؟ میگه مثلا من کلاس فلان رفتم، من مثلا خیلی درس خوندم، من تست زیاد زدم. رمز موفقیت شما چی بود که شما 10 نفر رتبه اول کنکور شدید؟ بهشتی‌ها، آیه قرآن ها، سوره طور آیه 25، قرآن میفرماید دور هم میشینن با هم صحبت میکنن، به هم میگن خب شما تو دنیا تعریف کن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، قرآن میفرماید اینا به رفیقاشون میگن انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما مواظب تربیت بچه هامون بودیم، خانوادهمون بودیم، ما نسبت به خانواده هامون نگران بودیم، خانواده رو رها نکردیم. کنا، آیه قرآنه، قبل فی اهلنا مشفقین، مشفق از شفقت میاد، یعنی نگرانی با مهربانی.